از والدین نگران این هستن که کوچولوشون قبل از سن مدرسه دچار لکنت زبان میشه. چرا بچه‌ها قبل از سن مدرسه لکنت زبان میگیرن؟ عزیزانم، معمولاً لکنت زبان در سن 2 تا 5 سالگی یک چیز طبیعی هست در بچه‌ها و حدوداً 5% از بچه‌ها لکنت زبان رو میگیرن و این در پسر بچه‌ها هم بیشتر از دختر بچه‌ها دیده میشه. اما مسئله‌ای که باید به یاد داشته باشیم این هست که ما چه واکنشی باید داشته باشیم که این لکنت زبان بعد از سن 5-6 سالگی قطع بشه و ادامه پیدا نکنه. بچه‌ها خب توی این سن 2 تا 5 سالگی معمولاً حرف برای تعریف کردن زیاد دارن. میان پیش ما و با هیجان و تند میخوان همه چیز رو تعریف کنن. همچین مواقعی باید به بچه‌ها یک علامتی رو بدین، از قبل باشون صحبت کنید که شما تند وقتی صحبت میکنید من مثلا یک دستم اینجوری تکون میدم، شما یاد باشه که الان داری تند حرف میزنی و بعد آرومتر حرف بزنید. به این شکل یادآوریش میکنید موقعی که تند حرف میزنن که آروم حرف بزنن. توی خونه باشون تمرین کنید. بگین قبل از اینکه شما بخوای یک جمله رو شروع کنی، یک جمله طولانی رو تند بگی، یه نفس عمیق بکش، قشنگ نفس بگیر، بعد شروع به حرف زدن بکن. حالا با این شرایط باز هم کوچولوی ما توی مهمونی ممکنه که شروع کنه به تند حرف زدن و یه دفعه بیفته روی لکنت زبان. یادتون باشه که اونجا دیگه جاش نیست که شما وسط مهمونی توی جمع توی ذوق بچه بزنید یا بگین که مثلا نمیخواد ادامه بدی من بقیه حرفتو میگم. از این حرکات و قطع کردن حرف بچه‌ها باعث میشه که این لکنت زبان طولانی تر بشه، ادامه دار بشه. پس به بچه‌هامون آرامش رو یاد بدین، آروم صحبت کردن رو یاد بدین و اینکه تو حرفشون نپرید. حتی اگر لکنت زبان دارن، حتی اگر وسط حرف زبانشون میگیره، اجازه بدین حرفشون تا آخر تمام بکنن. ما صبر کنیم، با حوصله اجازه بدیم اینا حرفشون رو تمام کنن. معمولا بچه‌ها به سن مدرسه که میرسن دیگه لکنت زبانشون قطع شده و این مسئله برطرف میشه.